در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. خدمت
همه سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، همه عاشقان قرآن عظیم الشان، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته ارتباط به قرآن عظیم الشان و موضوعاتی که مقدمات ارتباط به قرآن عظیم الشان بود اشارات مختصری داشتیم که در ابتدا چند نکته بیان شد، بعداً معرفی قرآن عظیم الشان یا تعریف قرآن عظیم الشان، غرض و موضوع قرآن عظیم الشان بیان گردید، فضیلت قرآن عظیم الشان بیان شد، اسماء قرآن مجید بیان شد، تعداد سور قرآن، تعداد رکوع قرآن یا رکوعات قرآن، آیات که ارتباط به مکی و مدنی و همچنین حروف قرآن، کلمات قرآن و قرآن عظیم الشان دارای چه موضوعاتی هست، ارتباط به دلایلی که قرآن عظیم الشان پیش میکنه چی دلایلی بود، ارتباط به نزول قرآن عظیم الشان، ارتباط به ترتیب نزولی و ترتیب مصحفی قرآن عظیم الشان، ارتباط به فرق بین سوره های مکی و مدنی و ارتباط به ترتیب جمع قرآن که چند مرحله داشت، ارتباط به روش ترجمه و تفسیر از دیدگاه اهل سنت و جماعت بیان شد و ارتباط به این که کسی که قرآن را تفسیر می کند باید به علوم مختلف آشنا باشد و همچنین مفسرین، مفسر چی کسی هست و مفسرین و تفاسیر مشهور و معتمد بیان شد، رموز قرآن عظیم الشان و همچنین ارتباط به تاریخ حفظ قرآن عظیم الشان و چاپ قرآن عظیم الشان، ویژگی های سوره های مکی و مدنی و همچنین ارتباط به سوال هایی که در این راستا طرح شد به طور خلاصه و فشرده در جلسه گذشته بیان کردیم. حالا بحث ما ارتباط به آداب تلاوت قرآن عظیم الشان هست. قرآن عظیم الشان از خود آداب دارد، آداب ظاهری قرآن عظیم الشان و آداب باطنی قرآن عظیم الشان. بعضی از خواهران و برادران تشکری داشتن از جلسه قرآن عظیم الشان که در هفته گذشته بیان شد. ما هم از ایشان تشکری میکنیم. خدای تبارک و تعالی به همه ما، به خواهر و برادر، توفیق عمل عنایت بفرماید، توفیق بده تا این که با قرآن و علوم قرآن و فهم قرآن آشنا بشیم. الله سبحانه و تعالی همه خواهر و برادر را به برکت قرآن سعادتمند دنیا و آخرت بگرداند. یکی دو پرسه دیگه هم برادرها داده بودن که اگر صحبت شما و دوره تفسیر تا ساعت 12 و 12 و نیم باشه و بعداً سخنرانی بشه، موضوعی که خدمت برادرها به عرض برسانیم. هفته گذشته هم اشاره کردیم اصل صحبت، لب و لباب سخن، تمام موضوعات جزئی و کلی داخل قرآن عظیم الشان می آید. موضوعات سیاسی، موضوعات اقتصادی، موضوعات اجتماعی، موضوعات خانوادگی، چون قرآن کتاب جامع هست. بنابراین در این قسمت اگر ما و شما
بخواهیم و هر هفته موضوعات مطرح کنیم که واقعا جامعه ما از خیلی موضوعات خسته شدن. پس بهترتر همینه که ما با الله سبحانه و تعالی آشنا بشیم، ما با قرآن عظیم الشان آگاهی بیشتری پیدا کنیم. اینجی تمام مشکلات ما مرفوع میشه، تمام مشکلات امت اسلامی برطرف میشه. پس در این قسمت باید که متوجه باشیم که یعنی سخنرانی و درس تفسیر از هم فرق نداره، همی هم سخنرانیه، همی هم درسیه و صحبت‌هایی هم که قبلا میشده اونها هم درس بود. ما وقتی به نماز جمعه میاییم باید با دست خالی برنگردیم، با دست خالی برنگردیم، از خانه الله سبحانه و تعالی با دست پر برگردیم، با عالم معنویت برگردیم، با یک عالم معنویت. بناهن اگر خداوند برای ما و شما توفیق بده که همین جلسه قرآن عظیم الشان ما به پایه اکمال برسانیم ان شاء الله و به توفیق الله سبحانه و تعالی، یقینا خیلی مشکلات ما و مشکلات جامعه ما برطرف میشه. پس امیدواریم که عزیزان از این جلسه و از این لحظات و از این ثانیه ها چنان استفاده درست و صحیح ببرن که این لحظات و این فرصت ها و این ساعت ها و این ثانیه ها یقینا که به صحرای محشر به درد همه ما و شما خواهد خورد. آداب تلاوت قرآن عظیم الشان. اول آداب ظاهری قرآن عظیم الشان. قرآن عظیم الشان از خود آداب داره، آداب ظاهری داره، آداب باطنی داره. اول از جمله آداب ظاهری قرآن عظیم الشان اینه که با وضو و با نهایت احترام رو به قبله نشستن. این آداب قرآن عظیم الشانه. آیه قرآن هم هست لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کسی مساس نکنه مگر پاکان. انسان بی وضو حق نداره دست به قرآن بزنه، انسان جنوب حق نداره دست به قرآن بزنه، زنی که در حالت حیض و نفاس قرار داره حق نداره دست به قرآن بزنه. لا یمسه الا المطهرون. این قرآن مساس نمیشه مگر کسی مساس میکنه که پاک باشه. پس با وضو با نهایت احترام رو به طرف قبله نشستن، این از جمله آدابه، از جمله آداب ظاهری قرآن عظیم الشان هست. دوم، در وقت تلاوت عجله نشه، بلکه با رعایت تجوید و ترتیل خوانده بشه. قرآن عظیم الشان هم میفرماید ورتل القرآن ترتیلا. شما قرآن رو به ترتیل بخوانیم، به تجوید بخوانیم، قرآن رو عجله نکنیم، تز نخوانیم. نگیم که من هر روز 5 جز قرآن خواندم ولی بسیار تز. هر روز 1 جز بخوانیم، نیم جز بخوانیم، 1 رکوع بخوانیم، 1 آیه بخوانیم، درست و صحیح بخوانیم. این آداب قرآن عظیم الشانه. 1 آیه خواندن آهسته با ترتیل با تجوید خیلی بهترتر از 30 جزه که با عجله انسان بخوانه، تز بخوانه، بدون تجوید بخوانه. این از جمله آداب ظاهری قرآن عظیم الشان. سوم، سعی کنیم، تلاش کنیم که در وقت تلاوت انسان گریه کنه. وقتی که انسان قرآن رو تلاوت میکنه، اگرچه انسان گریه هم نداشت، در وقت تلاوت قرآن عظیم الشان الان که با تکلف هم به گریه میشه، انسان باید بر سر تلاوت قرآن عظیم الشان اشک بریزانه، چون کلام پروردگاره. این کتابیه که به صحرای محشر این قرآن حاضر میشه. میگه ای الله، انسانهایی که به خاطر من ساعتها نشسته بودن، به خاطر من خواب روز و شب از چشمان خود گرفته بودن،
به خاطر من خسته شدن، به خاطر من گریه کردن، به خاطر من از هوا و هوس گذشتن، آمدن در خانه تو نشستن، ساعتها به جلسه من نشسته بودن. خدایا من حاضرم که شفاعت اینها رو بکنم. قرآن عظیم الشان اهل خور شفاعت میکنه، خواننده خور شفاعت میکنه به صحرای محشر. اگر ما و شما مثلا یک مثال عادی، پلیس ما رو دستگیر میکنه، پلیس یک نظام، هر کشور پلیسی داره، نظامی داره، ارتشی داره. وقتی انسان رو دستگیر کرد، به می اسنایی که میخواست دست انسان رو زولانه بزنه، زولانه ببنده، محکم پای انسان دست انسان رو ببنده، فوراً یک دفاع کننده قوی بیایه، پادشاه بیایه، وزیر بیایه، یک فرد قوی بیایه، فوراً بگه دستا از زیر باز کن. پلیس از خود هیچ اختیاری نداره، فوراً دست پا باز میشه، بعد میگه این رها کن. به صحرای محشر هنگامی که انسان دست و پا از او زولانه بشه، دشت سوزان صحرای محشر، آفتاب سوزان، زمین خیلی داغ و سرخ، روزی که هیچ کس به درد کسی نمیخوره، در اون لحظه به مجردی که انسان میخواه وارد جهنم بشه، فوراً قرآن میآیه، باز کن دست از این، من کلام پروردگارم. پارتی قویه دیگه. قرآن به صحرای محشر به اونجی به درد تلاوت کنندگان این کتاب یقینا که میخوره. پس آداب سوم اینه که سعی بشه که گریه بشه در وقت تلاوت قرآن عظیم الشان. چهارم، حق آیات رحمت و آیات عذاب چه کار بشه؟ به نحوی که ذکر شده ادا بشه. وقتی که انسان با آیات عذاب میرسه، خیلی غمگین بشه، خدایا این عذاب دامنگیر من نشه. وقتی جهنم گفته میشه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، وقتی که به این آیه انسان میرسه که هنگامی که جلد عوض میشه، جلد جهنمی ها، و یا این که هنگامی که انسان به این آیه میرسه والله سریع الحساب والله شدید العقاب. حضرت ابوبکر صدیق قرآن عظیم الشان رو تلاوت میکردن، به این آیه که رسیدن والله شدید العقاب، خدا سخت عذاب کننده، حضرت ابوبکر صدیق افتادن و بیهوش شدن. پس این از جمله آداب ظاهری قرآن عظیم الشانه که با آیات رحمت خوشحال بشیم که ای الله، اشک شادی بریزیم. وقتی که به آیات عذاب میرسه، اشک غم بریزیم که خدایا این جهنمی که تو گفتی، این عذابی که تو گفتی، این نشه که دامنگیر ما بشه. پس این از جمله آداب ظاهری که چهارم بود. پنجم، اگر احتمال ریا نبود، قرآن بلند تلاوت بشه، و اگر احتمال ریا بود آهسته تلاوت بشه، کسی اذیت نشه از تلاوت از او، و احتمال ریا هم نبود بلند تلاوت کنه. اگر احتمال ریا بود یا کسی اذیت میشد آهسته تلاوت کنه. روزی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم متوجه شدن که حضرت عمر خیلی قرآن را بلند تلاوت میکنن، و متوجه شدن که حضرت ابوبکر صدیق قرآن عظیم الشان خیلی آهسته تلاوت میکنن. به حضرت عمر گفتن ای عمر، کمی صدا خور بیار پایین، یک اندازه. به حضرت ابوبکر صدیق گفتن یک اندازه صدا رو ببر بالا، یعنی خیلی بلند هم نباشه که دیگران اذیت بشن، و خیلی هم آهسته نباشه که نفس انسان صدا خور نشنوه. این 5 آداب از جمله آداب ظاهری قرآن عظیم الشان بود که به طور خلاصه و فشرده بیان شد. آداب باطنی قرآن عظیم الشان. قرآن عظیم الشان طوری که ظاهرا آداب داشت، باطنا هم آداب داره. اول عظمت و بزرگی قرآن در دل پیدا بشه.
وقتی قرآن به دست ما هست و گرفته عظمت و بزرگی قرآن را در دل پیدا کنیم که این کلام از کی هست، این کتاب از کی هست، این از کجا آمده، این به وسیله کی نازل شده، به وسیله کدام فرشته آمده و بر قلب کدام شخصیت که رحمت للعالمینه. پس عظمت قرآن و بزرگی قرآن در دل پیدا بشه. دوم، بزرگی و کبریایی صاحب کلام در دل پیدا بشه. هر قدر که بزرگی الله سبحانه و تعالی در دل پیدا بشه، همان قدر عظمت و بزرگی قرآن را ما میدانیم. سوم، دل را باید از وساوس و خیالات شیطانی و نفسانی و اینها باید پاک کرد. وقتی که قرآن را به دست خود میگیریم، به جلسه قرآن می نشینیم، به تلاوت قرآن می نشینیم، میخوایم قرآن را تلاوت کنیم، وساوس شیطان، اشیای وسوسه‌ای که در دل پیدا میشه، اینها باید دور بشه. اینها باید چکار بشه؟ دور بشه. خب با اطمینان کامل، الا به ذکر الله، ذکر الله که آمده، گفتیم در هفته گذشته یکی از نامهای قرآن ذکر، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. مطمئن باشید که قلب انسان قرآن مطمئن میسازه، جلسه قرآن مطمئن، با اطمینان کامل. پس شرط سومی بود که دل از وساوس و خیالات پاک نماییم. چهارم، در معنا فکر کنیم، بعد از فکر کردن لذت ببریم. کوشش کنیم که در تلاوت قرآن فکر بشه. معنا و مفهوم رو وقتی که دانستیم تفکر کنیم. انشاءالله مثلا امروز معنای اعوذ بالله و بسم الله و اگر وقت و فرصت باشه سوره فاتحه وقتی بخوانیم، معنا و مفهوم وقتی که آشنا شدیم فکر کنیم که خداوند چی گفته. بعد از فکر کردن لذت ببریم، بعد از فکر کردن لذت ببریم. این آداب باطنی قرآن عظیم شان. پنجم، در وقت تلاوت خود را به شکل آماده کنیم که الان آیه نازل میشه. به شکل آماده کنیم که همین لحظه آیت نازل میشه و این آیت وقتی که نازل میشه این خوب مطمئن باشیم که از جمله آدابی اینه که این به دیگران نگفته، فقط فکر کنیم و احساس کنیم که برای من گفته. وقتی که در قرآن عظیم شان بحث از جهنم میآید، بحث از جهنم میآید، بحث از بهشت میآید، انسانهای صالح میآید، این احساس نکنیم که خب ظالمین به جهنم میرن و متقین هم به بهشت میرن، پس ما چی دیگه؟ خیلی بین چی؟ بین خوف و رجا. اگر بحث از ظالمین میآید، شما متوجه باشیم که هر کدام ما که نشه که یک وقت ما ظالم باشم. وقتی بحث از دزد و قطاع الطریق میآید، نشه که یک وقت ما قطاع الطریق بشیم. وقتی که بحث از نعوذ بالله کفر میآید، به خدا پناه بجوییم که نشه که در اخیر عمر انسان سلب ایمان بشه، در اخیر عمر انسان از دنیا بی ایمان بره. پس هر آیه‌ای که نازل میشه، تلاوت میشه، ایر به این فکر باشیم که این آیه الان برای من گفته و مر متوجه ساخته. اگر از ظلم میگه مر متوجه میسازه که ظالم نشی، اگر از تقوا میگه مر متوجه میسازه که متقی باش و پرهیزگار باش. پس این به طور خلاصه و فشرده بحث آداب ظاهری و باطنی قرآن عظیم الشان بود که الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما توفیق آداب ظاهری و باطنی قرآن عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شروع میشه به اعوذ بالله و بسم الله الرحمن الرحیم.
به ترجمه و تفسیر تعوذ و تسمیه. اعوذ بالله تعوذ میگه، بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله هم میگه، تسمیه هم میگه. اول ربط میان تسمیه و تعوذ. ترجمه تحت اللفظی از این چنین میشه: اعوذ، پناه میجویم به خدا، من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنم به نام آن خدایی که بخشاینده و مهربان هست. این ترجمه تحت اللفظی تعوذ و تسمیه هست. حالا ربط بین تسمیه و تعوذ چیه؟ اینا چی ربط و ارتباطی دارند؟ اول در تعوذ یا در استعاذه هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه. در تعوذ نفی و تردید انواع شرک و کفر و ملت‌های باطل وجود داره. وقتی که میگیم اعوذ بالله، پناه میجویم به خدا، پناه میجویم به خدا از چی؟ از شرک، از کفر، از ملت‌های باطل، از شیطان، از نفس، از خواهشات نفسانی، از همه ملت‌های باطل. در تعوذ نفی و تردید انواع شرک و کفر و اینها بیان شده. و در تسمیه چیه؟ اثبات توحیده، اثبات توحید با جمیع مراتب ذات و صفاته. وقتی که در تعوذ میگیم پناه میجویم، وقتی که پناه جستی حالا حرکت کن به نام خدایی که بخشاینده و مهربانه. این ارتباط بین تعوذ و تسمیه یا بین استعاذه و بسم الله هست. دوم، در استعاذه، در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سخن از تخلیه. یعنی چی؟ یعنی تخلیه از شرک، از کفر و غیره. اعوذ، پناه میجویم، تخلیه، همه رها کردن. در تسمیه چیه؟ سخن از تحلیه، از زیوره. چه کار بکن؟ یعنی آراستن انسان خود را با زینت توحید. پناه میجویم به خدا از شر شیطان رانده شده. حالا ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ اینجا دیگه انسان خود زینت بده. با چی زینت بده؟ با توحید. آغاز میکنم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان. یعنی از شیطان فرار میکنم، از اعمال شیطانی پناه میجویم به کی؟ به خدا. حالا از شیطان که فرار میشه، از شر شیطان فرار میکنیم، به سوی چی باز حرکت میکنیم؟ ففروا الی الله، فرار میکنیم به سوی خدا. ففروا الی الله، پس زینت میدیم خود در توحید. سوم، ارتباطی که بین تعوذ و تسمیه هست، بیان در تعوذ بیان تطهیر قلب از همه ما سوی الله و پناه گرفتن به ذات رب العالمین. وقتی که میگیم اعوذ بالله، پناه میجویم به خدا، یعنی دیگه هیچ پناهنده نیه، هیچ پناهنده نیه. به هر جا که بریم شیطان قدم به قدم به تعقیب انسانه. اگر به داخل 100 خانه داخل بشیم و 100 خانه بر روی خود محکم ببندیم، شیطان میآید، نفوذ میکنه، وسوسه میکنه. یگانه مرجع و پناهنده‌ای که انسان از شر شیطان محفوظه، ذات اقدس الهیه. اعوذ بالله، پناه میجویم به خدا. وقتی که در استعاذه بیان تطهیر قلب از همه ما سوی الله و پناه گرفتن به ذات رب العالمین شد، در تسمیه چیه؟ در تسمیه بیان توجه قلب به سوی هیبت و جلال خداوند تبارک و تعالی. ارتباط استعاذه و تسمیه. چهارم، ارتباط بین تعوذ و تسمیه. در استعاذه، در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اظهار عجز و نیاز و بندگی در پیشگاه حضرت باری تعالی و پناه جستن به او از شر و
فساد دشمن ظالم و غدار یعنی ابلیس. اظهار عجز، عاجزیه. ای الله بر من توانی نیه، ای الله زور و بازو و قوتی نیه، اعوذ بالله پناه می جویم به تو ای الله. دیگه هیچ پناهنده نیه در بسم الله الرحمن الرحیم. چیه؟ در تسمیه وصل شدن به محبوب حقیقی یعنی حضرت حق جل جلاله می باشه. این به طور خلاصه و فشرده ارتباط اعوذ بالله با بسم الله، بسم الله با اعوذ بالله، یعنی ارتباط استعاذه با تسمیه یا ارتباط تسمیه با استعاذه بود. میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میجوییم به خدا از شر شیطان رانده شده. شیطان دشمن بزرگ ما و شمانه. در قرآن عظیم الشان آمده انه لکم عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمن واضح و آشکارایه. شیطان وقتی دشمن واضح و آشکارا شد، وقتی انسان دشمن خور واضح بفهمه و بدانه و بشناسه، آیا قوه دفاعی برای خود آماده نمیکنه؟ آیا علیه دشمن مبارزه نمیکنه؟ وقتی دشمن واضح آشکارای دشمنیه که قسم یاد کرده. شیطان که رانده شد، وقتی که از درگاه الله سبحانه و تعالی دور شد، گفت ولأغوینهم اجمعین، هر آینه من همه گمراه میکنم. اما به یک عده گفت توان من نمیکشه، مگر گفت توانم بر بندگان مخلص نمیکشه. این سخنها رمز اخلاص است و بس، عاشقان را شیوه خاص است و بس. تو جوان عزیز، تو پدر موسفید و تو خواهری که ساعتها به خاطر قرآن نشسته ای اخلاصه. شیطان توانش و زور و قوتش برای تو نکشیده. اگر توان شیطان در این راستا کار میکرد، ما و شما رو نمیگذاشت که بیایم ساعتها اینجا بنشینیم. پس دشمن واضح و آشکارایه. پس باید چه کار بکنیم؟ دشمن خیلی قویه، باید حال ما یک مرجع قویتری پیدا کنیم. دشمن وقتی قوی شد، مرجع قویتر کجایه؟ هر چی که شیطان بزرگ باشه و قوی باشه و مکار باشه، هر تلاشی که داشته باشه، اما در مقابل قدرت ذات اقدس الهی شیطان زبون، خار، ذلیل، هیچ قوت و اقتداری نداره. پس باید که همیشه چی باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در زبان ما باشه. پناه می جوییم ای الله به تو از شر این دشمنی که این رانده شده. اگرچه وساوس شیطانی زیاده، تا حتی شیطان در بخش وسوسه دکترا خور گرفته، یعنی خیلی قویه، خیلی وسوسه قوی داره. به وسیله وسوسه خو آدم از بهشت بیرون کرد. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. به وسیله همین وسوسه خو آدم و حوار چکار کرد؟ از بهشت بیرون کرد. اگرچه خیلی وسوسه قوی داره، ولی وقتی که تو میگی اعوذ بالله، مرجع بسیار بزرگ و بلند چنگ زدی، شیطان چکار میشه؟ اینجی ضعیف میشه. حضرت خواجه انصار قدس الله سره العزیز یک مثال بیان میکنن. میگن یک نفر حرکت کرده در طلب شیری که نوشیده میشه. حالا شیر در کجا موجوده؟ در یک خانه پلاسی. خانه پلاس ها عموماً و اکثراً چی دارن؟ سگ دارن. سگ های بسیار درنده، بسیار سگ های خطرناکیه دیگه، چون همیشه در دشت و کوه و بیابانن. خدای تبارک و تعالی سگ به همین واسطه پیدا کرده که پاسبانی داشته باشه. حالا یک نفر حرکت کرده به طلب شیر. این مثال خواجه انصار قدس الله سره العزیز بیان میکنن.
حرکت کرده به طرف شیر طلب کنه. این شیر هم مایه حیاته، اگر شیر طلب نکنه از بین میره، از بین میره، جان از او در خطره. اگر پیش بره سگ درنده او تکه تکه میکنه، او از بین میبره. چه کار باید بکنه؟ یا به طرف خانه پلاس وقتی حرکت کنه، اگر شیر خواسته باشه از دست این سگ درنده پیش رفته نمیتونه به خانه پلاس. اگر شیر طلب نکنه از باز هم حیاتی و در خطره. خواجه انصار میفرمایند، میگن ای از دور استادش صدا کنه، برادری که داخل خانه پلاسه چکار کنه؟ صدا کنه که های فلانی من به طلب شیر آمدم. وقتی مسئول و مرد و بزرگ او خانه پلاس بیرون بشه چکار میکنه؟ او سگر آرام میکنه، سگ برای از او رامه، او آرام میکنه. بعد این شخصی که به طلب شیر آماده او صدا میکنه که بیا، این مطمئن میایه شیر میگیره، پس مطمئن برمیگرده، سگم بری از این کار نداره. خواجه انصار قدس الله سره العزیز میفرمایند که ای انسان متوجه باش که سگهای درنده به تعقیبتونه، یکی نفس یکی شیطان، یکی نفس یکی شیطان، نفس اماره به تعقیبتونه. شیطان انه لکم عدو مبین، این دشمن واضح و آشکارایتونه. حالا اگر چکار کنی؟ اگر به طلب توحید که راه نجات، فلاح و رستگاری توحیده، یکتاپرستیه، موحدیه، اگر حرکت کنی، بیایی به نماز، حرکت کنی به حج، بری به جهاد، خلاصه روزه رمضان، مسائل اسلامی رو اجرا کردن، اینها وقتی تو بیرون بشی، نفس و شیطان این دو درنده بزرگ تو از بین میبرن. چه کار بکن؟ صدا کن. خدای تبارک و تعالی صاحب نفس و شیطانه، نفس و شیطان مخلوق خدایه. صدا کن چی؟ اعوذ بالله، پناه می جویم به تو ای الله، من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. وقتی به خدا پناه جستی، الله سبحانه و تعالی با ید بلا کیف، با ید بلا کیف خود مشت محکمی بر دهان شیطان میزنه، مشت محکمی بر دهان نفس میزنه. بعد این نفس و شیطان الله خار و ذلیل و زبون میکنه. بعد برای تو انسان میگه حالا بیا طرف من. وقتی تو الله میگه تو به پناه گرفتی، بیا من تو پناه میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انسان وقتی که کسی میگه از نفس و شیطان انسان نجات میده. ارتباط به مسئله تعوذ یک نکته اشاره میکنیم، بعد میایم سر فضائل تعوذ، فضائل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسئله تعوذ قبل از تلاوت، چی در نماز باشه و یا غیر از نماز باشه، سنته. وقتی که در نماز هم هستیم میبینیم که به مجردی که قبل از تلاوت سوره فاتحه میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، سنته. در وقتی که قرآن عظیم الشان را هم غیر از نماز هم که تلاوت کنیم، جای نشستیم اعوذ بالله گفتن سنته. در همه اول سوره ها که بسم الله الرحمن الرحیم آمده، اگر از ابتدای سوره کسی تلاوت شروع میکنه، از ابتدای سوره بسم الله الرحمن الرحیم بگه کفایت میکنه و اعوذ بالله نگه مشکلی نداره. ولی اعوذ بالله و بسم الله هر دو بهترتره و صحیحتره. غیر از سوره براءه که در از او تسمیه نیامده، که او هم بحث‌های طولانی داره که خلاصش همینه که در اول همه سوره ها تسمیه بسم الله آمده. چرا غیر از سوره براءه؟
بعضی از مفسرین میفرمایند چون سوره براءه بحث از عذاب پروردگار داره و تسمیه آیه رحمت هست و نظر صحیح‌تر همینه که سوره انفال و سوره براءه بعضی یک سوره دانستن و بالاخره هر دو بحث های یکیه. به همین ترتیب در ابتدای انفال که بسم الله آمده، در اول سوره براءه یا سوره توبه که نیامده، به همین واسطه. فضائل تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چی فضیلت داره؟ یک برادر در نامه نوشته بود که چندین سال عمر کردم و در دنیا زندگی کردم ولی تازه دانستم که سوره مکی یعنی چی و سوره مدنی یعنی چی. شاید امروز هم ادعی یا بعضی از برادرها در ذهن بیایه که اعوذ بالله و بسم الله، ما تا حال عمر خور میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا 30 جز قرآن که معنا و مفهوم رو ندانستیم و نفهمیدیم که اعوذ بالله و بسم الله باید میفهمیدیم، باید میدانستیم. ولی اینها برادرها و خواهرها ناامید نشن. در افغانستان گفتیم که 30 سال بیش از 30 سال جنگ نبوده، برنامه های درس و تفسیر و بالاخره مسائل دینی. امیدواریم که از الان سر وقته همه ما خور با قرآن، با معنا و مفهوم قرآن آشنا بسازیم. فضائل تعوذ، اول بزرگترین فضیلت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینه که الله متعال برای قرائت بزرگترین کتاب خود امر فرموده فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این بزرگترین فضیلت تعوذه. وقتی شما قرآن را شروع میکنید به تلاوت و قرائت قرآن را آغاز میکنید بگویید چی؟ پناه میجوییم به خدا از شر شیطان رانده شده، یعنی اعوذ بالله را بخوانید. دوم، همه علما اجماع دارن که بر این صیغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در قرآن نیست. به این صیغه اعوذ بالله در قرآن نیامده، بلکه از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایتیه که میفرمایه من چنین تلاوت کردم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پیامبر اسلام وقتی که شنیدن بعد فرمودن که ای ابن مسعود بخوان. چرا؟ موضوعی که تو خواندی، جملاتی که تو خواندی، جبرائیل علیه السلام از لوح محفوظ به من چنین امر نموده تا چنین بخوانم. یعنی بگو جمله مبارکی گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد تایید میشه و ابن مسعود وقتی که تلاوت میکنه رسول معظم اسلام میفرمایند که از لوح محفوظ جبرائیل علیه السلام به من چنین امر کرده که من این را بخوانم، که در قرطبی جلد اول صفحه 87 بیان شده. سوم، تعوذ در حدیث آمده که علاج خشم و غضبه. وقتی که انسان خشمگین میشه، برای انسان غضب پیدا میشه، اعصاب انسان ناراحته، فوراً همراه خود بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان. چند مرتبه انسان بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خشم و غضب انسان دور میشه. این راه علاج چیه؟ خشم و غضبه که انسان چه کار بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که در حدیث مسلم ای آمده. چهارم، تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چه کار میکنه؟ در حدیث آمده که وقت انسان ایر به زبان میاره ابلیس را خار میکنه، ذلیل میکنه. آیا دوست نداریم دشمن خار بشه؟ دوست نداریم دشمن ذلیل بشه؟ دوست نداریم بزرگترین دشمن به زانو در بیایه؟ خب بزرگترین دشمن شیطانه. وقتی بزرگترین دشمن شیطانه چه کار کنیم؟ بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پنجم، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی که به منزل داخل میشه، به سراح داخل میشه، به خانه خود داخل میشه و در آن وقت چی بگه اعوذ بالله، یا ایر بگه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اگر این یاد نداشت فقط بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هیچ مؤذی و اذیت کننده نمیتوانه به او ضرر برسانه، هیچ اذیت کننده به او ضرر رسانده نمیتونه. امروز در افغانستان جریان
میگن فلانی جندگی شده. چیکار شده؟ جندگی شده. خیلی عجیبه. این بارها و بارها گفتیم که در قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس. اول جن رو بیان میکنه بعد انس رو بیان میکنه. مفسرین میفرمایند که چرا اول جن رو بیان کرده؟ به خاطر اینکه تعداد جنیات بیشتره از انس. تعداد جنیات بیشتره. خب وقتی میگیم تعداد جنیات بیشتره، اشته بوده که همه جنیات آمدن به افغانستان سکونت کردن. نه به اروپا کسی جندگی میشه، نه به امریکا کسی جندگی میشه، نه به کشورهای عربی، در حالتی که پیامبر اسلام جنیات در جزیره العرب به اسلام دعوت کردن. یعنی در کشورهای عربی هم جنیات، در کشورهای اروپایی هم جنیات، یعنی به تمام کره زمین جن هست. خیلی تهمت به جنیات میزنن. اگر کسی از جن منکر بشه که کافر میشه که بگه جنی وجود نداره. نه، جن وجود داره، اما امروزه که برای ما تلقین شده که فلانی جندگی شد، باز ایر میبرن، باز طرف یک بدبختی پیدا میشه بیاد طور به خط باشن. باز بعد از اینکه به سر ازی خوند اولا 5 تا مسلمونا که رفتن، یک 2 تا هم کافر، خیلی سخته این رفتن 2 تا کافر بهم یک گوسفند چاقه. چه کار میشه؟ دور میشه. بی گوسفند هیچی جندا دور نمیشن. این عجیبه گپا. همه تکلیف عصبی و روانیه. تکلیف عصبی و روانی. ماست تکلیف عصبی و روانی. 2 روز پیش یک خواهر همراه فامیل خود آمدن که این تکلیف پیدا کردن، نمیفهمم. خب بالاخره به سر از شما بخوانیم. ما گفتم من دعاخونی نمیکنم، دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی برکت قرآن او شفا بده. گفتم دعا میکنم. به مجردی که گفتم من دعاخونی نمیکنم، هم یک رن خواهر برفتاد رفت. پس گفتم خواهر جان دعاخونی میکنم، دعا میخونم. همین مجردی گفتم دعا میخونم، پس تیار شد. یعنی همین 2 روز قبل بود. عجب جندایی که میایه با پس میره و بمیتری. این تکلیف عصبیه. این خواهر به اخلاص آمده بود که من به سریو بخوانم، ولی برای از این که گفتم به سرتون نمیخوانم فشار آمد سر از این که من به چی اخلاصی بیامدم. این هم میگه نمیخوانم. حالا او دروغ نکرده اما به سر حسابی فشار آمده. در افغانستان اکثر این جریان ها که یا زن یا مرد خور میزنه جیغ میکشه، عقده میکنه، کار به میل دلی و برابر نیه. شاید به فامیل مشکلی داشته باشه، تکلیف عصبی بری و پیدا میشه، درد داره، رنج داره. این افغانستان 30 سال جنگ، هر فامیلی چند نفر کشته داده، هر فامیلی بیوه داره، هر فامیلی یتیم داره، هر فامیلی غم داره. در این قسمت باید راه حل ازی پیدا بشه. راه حل از اینه که پرسان کنیم از همدیگر. وقتی دختر ما چنین حالتی پیدا میکنه رو بشانیم، دخترم تو جیگرگوشه منی. اگر پدر نمیتونه مادر از او پرسان کنه، اگر با مادر گفته نمیتونه خواهر پرسان کنه، تو چی مشکل داری در زندگی خود؟ اگر برادر چنین حالتی داره از او پرسان بشه که تو چی مشکل داری. وقتی مشکلات خور او بگه، به اصطلاح عوامی دل خور خالی کنه، چه کار میشه؟ مشکل حل میشه، همه جندا دور میشه. پس در از این قسمت امیر مطمئن باشیم که جن زدگی که در وجود بعض انسان ها این کافریه و این مسلمانیه و این چه کاره، اینا هم حرفاییه که به جامعه ما تلقین شده. جن هست. همین الان جنیات در همین جلسه درس ما و شما احتمال داره شرکت داشته باشن، در همین نماز شاید شرکت داشته باشن، در جلسه درس شرکت دارن، در خانه ما و شما شاید رفت آمد داشته باشن، برن بیاین بالاخره بنشینن. اما این که جنیات اذیت برسانن امکان نداره. چرا؟ جن کافر و مسلمان داره، کافر و مسلمان داره. اگر جنیات مسلمان ها، جنیاتی که مسلمانن، نمیرن همین دشمنان اسلام رو نابود نمیکنن که خدا از اونا میپرسه. اگر جنیات کافر، مثل که ما با کافر دشمنیم، جنیات کافر اگر اونا توان و قوت میداشتن میامدن ما و شما رو از بین میبردن. پس جن از خوب برنامه داره، مخلوقیه که خدای تبارک و تعالی به همین طریق او خلق کرده، غیر مرئیه، دیده نمیشه، به همین طریق خلاصه یعنی هست. اما ای چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، این اشاره کردم، وقتی که انسان به خانه داخل میشه بگه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلقه،
به مجردی که این کلمه رو بگه تمام اذیت کننده‌ای که به او خانه باشه، اگر تا حتی جنی هم آماده باشه که اذیت برسانه، او دور میشه دیگه. اذیت ها و اینها هم سر جا خو. پس در این قسمت باید خیلی متوجه باشیم که این فضائل اعوذ بالله هست که وقتی در خانه داخل میشیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به دکان داخل میشیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر همین یاد گیریم 3 کلمه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، خیلی آسان و ساده. ششم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که بعد از نماز صبح 3 بار تعوذ بخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعداً آیات اخیر سوره حشر بخونه، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى آخر سوره. این بخونه میفرمایند کسی که تعوذ اعوذ بالله 3 مرتبه بخونه و اخیر سوره حشر تلاوت کنه، اگر صبح این کار رو بکنه تا شام 70,000 فرشته او دعا میکنه. ما و شما هر روز به دوست خود میگیم برادر به حقم دعا کن، فلانی به حقم دعا کن. خب این دعای ملائکه در حق خود بگیریم. اگر کسی صبح این دعا یعنی 3 مرتبه اعوذ بالله و آیات اخیر سوره حشر بخونه، 70,000 فرشته تا شام به حق دعا میکنه، و اگر شام بخونه در حدیث آمده تا صبح 70,000 فرشته دیگه دعا میکنه. و همچنین مجد دیگه که هست، اگر در همین روز و شب بمیره، رسول معظم اسلام میفرمایند که به صحرای محشر از زمره شهدا حشر میشه، از زمره شهدا حشر میشه. چقدر ثواب های از پیش ما مانده، چقدر گنج ها از پیش ما مانده. باور به خدا کنیم خیلی این حرف ها بهترتر نیست از این که نیم ساعت بیاییم از سیاست هایی بگیم که بگفتیم سالها و روزها، بگفتیم همه نوارها پخش ارتباط به دوست و دشمن گفته شده. پس بیاییم یک سلسله خور از این فضائل، از این برکات، از این گنج ها، از این معادن بیاییم چه کار بکنیم؟ بیاییم خور با خبر بسازیم، به واقف کنیم. پیامبر اسلام 7م از فضائل تعوذ، پیامبر اسلام میفرمایند اگر کسی در خواب دوچار ترس بشه، خیلی از برادرها و خواهرها سوال میکنن که من شب میترسم، مجرد خواب میشم ترس بریم پیش میایه. رسول معظم اسلام میفرمایند کسی که وقتی که میخواد بخوابه چه کار کنه؟ این دعا رو بخونه، تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر بتانه این دعا یاد بگیره، اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه و عقابه و شر عباده و من شر همزات الشیاطین و ان یحضرون، اگر ایر بخونه و به اطراف خود کف کنه، قطعا ترس و خوف و هراس و اینها به اطراف از او هم نمیایه، در خواب از او هم نمیایه. 8م رسول معظم اسلام میفرمایند اگر کسی تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با کمال توجه بخونه، یعنی وقتی که میگه متوجه بشه که من به کی پناه میجویم، اعوذ بالله پناه میجویم به خدا، وقتی این با کمال توجه بگه چه کار میشه؟ شیاطین و اجنه، شیطانها و جنها چه کار میکنن؟ چنان از نزد از او فرار میکنن که یا چنان ضعیف میشن که در حدیث آمده مثل که نمک داخل آب بفته چه کار میشه؟ باز میشه، منهدم میشه، از بین میره. رسول معظم اسلام میفرمایند کسی که با کمال توجه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیاطین و اجنه چنان ضعیف میشن و از بین میرن مثل که نمک داخل آب بفته که از بین میرن. پس دشمن خیلی قویه، شیطان خیلی قویه، راههای قویتر و مرجع قویتر الله سبحانه تعالی برای ما و شما نشان داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میجویم به خدا از شر شیطان رانده شده. شیطان خیلی دشمنه. شیطان در دل انبیاء علیهم السلام وساوس انداخته، شیطان در دل صحابه و تابعین و بزرگان دین. شیطان خلاصه هر قدر تو مسلمان
خور به طاعات و عبادات و اینها آراسته کنی، دشمن چه کار میشه؟ آمادگی بیشتری میگیره. دشمن به پی فریب ما هست، دشمن به پی جهنم رفتن ما هست، دشمن به پی بدنامی ما هست، دشمن به پی خاری و ذلت ما هست. ولی این راههای قریب. شیطان به صحرای محشر، به اصطلاح بعضی از علما میگن شیطان به صحرای محشر یا در جهنم سخنرانی داره. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي الى آخر. در این آیه به اصطلاح سخنرانی شیطان بیان میشه. بیان شیطانه. انسانهای بدبخت و شقی و گمراه به جهنم میگن ای شیطان ما چرا فریب دادی؟ چرا به طرف قمار و شراب و زنا و لواطت و رشوت و کفر و شرک و نفاق و بدبختی بردی؟ بیا ما رو نجات بده. شیطان میفهمید چی میگه؟ میگه شما ما در دنیا دیده بودیم، انبیا آمد به شما دعوت و تبلیغ کرد، قرآن بین تاقها و خلاصه به دستان شما به آغوش شما بود، علما ساعتها وعظ و نصیحت کردن، همه راههای حق برای شما واضح و آشکارا بود، اما ما در دنیا یک مرتبه دیدیم. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان میگه مر ملامت نکنیم، نفسا خور ملامت کنیم. به جهنم شیطان از پیروان خودم بیزاره. شیطان میگه من از شما بیزارم. عجیبه. به صحرای محشر به جهنمی ها شیطان هم که بیزار باشه، شیطان هم که اظهار براءت و بیزاری کنه خیلی سخته. پس این دشمن واضح و آشکارا خوب بشناسیم و راه علاج و راه ضعیف کردن دشمن هم بیان شد. تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم، این اعوذ بالله بود. اعوذ بالله ترجمه اش، تفسیرش و فضائل اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه تحت اللفظی و اینه که آغاز می کنم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان هست. این ترجمه تحت اللفظیه. بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از آیه. بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از آیه. در سوره نمل آیه 30 آمده و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. جزئی از آیه در سوره نمل. در اول همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم هست، گفتیم غیر از سوره براءه و یا اینکه سوره توبه میگویم. سوالی پیدا میشه آیا بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره هست یا نیست؟ وقتی در ابتدای هر سوره بسم الله الرحمن الرحیمه، بسم الله الرحمن الرحیم، آیا جز سوره یا جز سوره نیه؟ جواب بین علما اختلافه. بعضی از بزرگان میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره، اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند که جز هیچ سوره نیه بسم الله الرحمن الرحیم، جز هیچ سوره بسم الله الرحمن الرحیم نیه، بلکه آیه مستقلیه در ابتدای هر سوره میآیه تا این که فاصله بین دو سوره باشه. سوره مثلا اخلاص از سوره فلق، قل هو الله احد از سوره قل اعوذ برب الناس، تا این که جدا بشه. این نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که بسم الله الرحمن الرحیم جز هیچ سوره نیه، بلکه آیه مستقلیه که در ابتدای هر سوره میآیه و فاصله بین دو سوره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کاری که شما شروع میکنین و آغاز میکنین با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. میفرمایند کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر، او کما قال، هر کاری که بدون بسم الله آغاز بشه او کار ناقص است، او کار در او خیر و برکتی نیست، در او کار فضائل و خوبی نیست. پس از این حدیث دانستیم که هر کاری که ما و شما آغاز میکنیم باید به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه. کار خیر البته، نه کار شر که بعداً توضیح داده میشه. علامه سیوطی رحمت الله علیه میفرمایند
که شروع همه کتب آسمانی به بسم الله الرحمن الرحیم بوده. شروع همه کتب آسمانی به بسم الله الرحمن الرحیم شده. بعضی از علما میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم از ویژگی های این امته، فقط از ویژگی های امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تفسیر قرطبی به روح المعانی بین این دو قول تطبیق میده. بعضی علما گفتن که مخصوص و از ویژگی های امت بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از علما که همچون علامه سیوطی رحمت الله علیه میفرمایند که این بسم الله الرحمن الرحیم چکار شروع همه کتب آسمانیه. تطبیق چنینه: کتب آسمانی قبل از قرآن عظیم الشان چنین بوده: به اسمک اللهم، به نام خدا. اما در قرآن عظیم الشان و شروع سور قرآن عظیم الشان که بسم الله شده و از ویژگی های این امت بسم الله الرحمن الرحیم چنین آمده بسم الله الرحمن الرحیم. پس در کتب گذشته به اسمک اللهم، در از ویژگی های امت بسم الله الرحمن الرحیم، هر دو تا معنا امینه که آغاز میکنیم به نام خدا. پس این تطبیق شد که تفسیر قرطبی و تفسیر روح المعانی چنین تطبیق دادن. فلسفه آغاز هر کار به نام خدا چیه؟ هر کاری انجام میدیم، گلاس ور میداریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ستیجه ور میداریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرها وقتی به خانه دیگ میپزند سر دیگر باز میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم. گاز روشن میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم. گاز خاموش میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم. آتشه، حالا گاز یا هر چی که هست. وقتی دیگر جا میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی غذا تهیه میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم. برادر وقتی کلیر میندازه به قلف دکان بگه بسم الله الرحمن الرحیم. به مسجد داخل میشیم بسم الله الرحمن الرحیم، بیرون میشیم بسم الله الرحمن الرحیم. همین چی حکمته که پیامبر اسلام فرمودن هر کاری که بدون بسم الله باشه اون ناقصه. این چی حکمت داره و فلسفی از این چیه؟ اینه که تمام کارهای انسان وابسته به خداست. تمام کارهای انسان وابسته به خدا. انسان نیاز و محتاج به الله سبحانه و تعالی. پس وقتی که انسان در دنیا محتاج به خدایه، در عالم برزخ محتاج به خدایه، به صحرای محشر محتاج به خدایه، در حیات و ممات محتاج به خدایه، پس باید زندگی یک مسلمان از یک کافر فرق کنه دیگه. خوردن مسلمان، نوشیدن مسلمان، خواب شدن مسلمان، راه رفتن مسلمان، موتور سوار شدن مسلمان، مرکب وقتی که سوار میشه، سوار شدن مرکب، به طیاره بالا میشه، به موتور بالا میشه، به اسب بالا میشه. باید پایین و بالا شدن از مسلمان و غیر مسلمان، حرکات مسلمان از غیر مسلمان باید فرق داشته باشه. غیر مسلمان جا در جا گلاس آب آور میداره مینوشی، هیچ به فکری نیست. اما مسلمان وقتی که گلاس آب بر میداره بسم الله الرحمن الرحیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. هم از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این فلسفه آغاز هر کار به نام خدای تبارک و تعالی بود. چند مسئله ارتباط به تسمیه، ارتباط به بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول، در ابتدای وضو، اگر کسی ابتدای وضو که وضو آغاز میکنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله سبحانه و تعالی به برکت بسم الله الرحمن الرحیم تمام گناهان صغیری از اون میریزند. فقط به ابتدای وضو بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بسم الله نگه، فقط اندامی که شسته بشه گناهان صغیر از همون قسمت ها میریزه. اما به برکت بسم الله الرحمن الرحیم از تمام بدن انسان، از وجود انسان، به برکت بسم الله الرحمن الرحیم گناهان صغیره از بین میره. مسئله دوم، اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم در حالت حیض و نفاس و جنابت به نیت تلاوت بخونه گناهکار میشه. زنی که در حالت حیض و نفاسه و بالاخره زن و مردی که در حالت جنابت، اگر بسم الله الرحمن الرحیم به نیت تلاوت بخونه گناهکار میشه. اما برعکس نیت چقدر مهمه.
اگر به نیت دعا بخوانه هیچ مشکلی نداره، به نیت دعا، به نیت تبرک هیچ مشکلی نداره. خصوصا خواهرایی که در عادت ماهوار قرار دارن هیچ مشکلی نداره که وقتی که هر کاری که انجام میدن در خانه سامان میدن و بالاخره اگر دیگی میپزن و اگر خلاصه همیشه ورد و زبان اینا اگر بسم الله الرحمن الرحیم باشه هیچ مشکلی نداره، به شرطی که نیت دعا باشه، تلاوت نباشه. اگر نیت تلاوت باشه انسان گناهکار میشه، اگر نیت دعا باشه هیچ مشکلی نداره. مسئله دیگر، قبل از قرائت تسمیه سنت. قبل از اینکه ما و شما در نماز استاده میشیم که الحمد و یا سوره فاتحه که میگیم بخوانیم، تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم سنته. اما وقتی میگیم ولضالین آمین، بعد از این سوره شروع میشه، در وسط فاتحه و سوره اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه، چنین قولی از رسول خدا و خلفای راشدین ثابت نشده که بین فاتحه و سوره کسی بسم الله بگه. اما اگر کسی گفت نماز مکروه نمیشه، یعنی مشکلی نداره، جواز داره، مکروه نمیشه. بهترتر همینه که کاری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و از خلفای راشدین و از اینها ثابت نشده انسان نگه. وقتی سوره فاتحه تمام میشه بدون بسم الله یک سوره با سوره فاتحه ضم میشه.